سلام درود خدمت همه بینندگان عزیز. بچه‌هایی که دارن این ویدیو میبینن، این اولین ویدیو یوتیوب منه از سلسله مراتب ویدیو یوتیوب آموزش تحلیل رایگان تحلیل تکنیکال. تاکید میکنم رایگان تحلیل تکنیکال. شما توی این چنل قرار نیست هیچ پولی بابت خرید ویدیوهای مختلف، خرید تحلیل تکنیکالی که بقیه دوستان میلیون ها ازش در میارن، قرار نیست هیچ پولی پرداخت بکنید و قرار همه چیز رو به صورت کاملا رایگان اینجا یاد بگیرید، چرا که خیر علم به انتشار اونه. همونطوری که من چیز رو یاد میگیرم، وظیفه منه که اونا به اشتراک بذارم. همونطوری که شما یه چیز رو یاد میگیرید، وظیفه شما هم هست که در آینده اونها به اشتراک بذارید که همینطور مثل سلسله مراتب این پیش بره و بتونیم یه تیم خیلی قوی رو داشته باشیم. خب این قرار اولین ویدیو چنل من باشه. قراره کم داخلش توضیح بدم که قراره به چه صورت عمل بکنیم، قراره چیکارا بکنیم و هدف چیه. اول از همه قراره با بیسیک های ترید یا همون معامله باز کردن آشنا بشیم. خطوط حمایت مقاومت چیه، کندل شناسی چیه، هر کندل چیه به هم قراره نشون بده و روی چه بازاری قراره تمرکز داشته باشیم، چطوری اکانت پراپ بتونیم پاس بکنیم. در ادامه خودم اکانت های پراپی که پاس کردم نشونتون میدم، تجربه خودم در اختیارتون میذارم و میتونید از همش استفاده بکنید و به یه درجه خیلی خیلی خوبی میتونید برسید. قرار نیست چیزهای خیلی پیچیده اینجا یاد بگیرید. اینجا به نظر شخصی من اینه که آدم هرچی بیشتر روی بیسیک تایید داشته باشه و هرچی بیسش رو قوی تر بکنه میتونه معامله‌گر خوبی باشه. چون الان انقدر سیستم‌های بانکی عجیب غریب شدن که این میلیون ها دلار خرج میشه که مثلا یه سری ربات ساخته بشه، یه سری هوش مصنوعی ساخته بشه که بازار رو چک بکنن و ما واقعا قرار نیست با اینا رقابت بکنیم. ما فقط میذاریم که خریدار و فروشنده ها جنگشون رو بکنن، جنگشون تمام بشه و خیلی حالت، ببخشید، خیلی حالت لاشخوری. ما فقط میایم میشینیم، برمیداریم و میره. خیلی حالت زرنگ طور میشینیم تو ماشین برنده و میریم باهاش. همونطوری که سفره بزرگی پهنه و خب همه غذاها رو قطعا ما نمیتونیم بخوریم، اندازه توان خودمون میخوریم و اثر سفره بلند میشه. چون دقیقا بازارهای مالی مثل سفره خیلی بزرگی میمونن که برای همه پهن هستن و هر کسی به اندازه تواناییش میخوره و میره. بعضی وقتا به اندازه تواناییت نمیتونی بخوری، بعضی وقتا بیشتر از گنجایشت بهت میرسه و میتونی بخوری. یعنی اینطوریه که دیدید مثلا میرید غذا میارید و برای چند روزتون غذا کفایت. بعد از بیسیک ما قراره کار روی گلد و سیلور رو شروع بکنیم و قراره بهتون بگم که خب خودم چطوری معامله باز میکنم، قراره با استراتژی خودم آشنا بشید و قراره بهتون بگم که چطوری قراره یه سلسله مراتبی پیش ببریم. الان این دیدی بخوام بهتون بدم اینه که ما مین فوکوس خودمون گلد هستش و قراره با گلد یا سودی در بیاریم و قراره با سودمون بریم اکانت پراپ بگیریم. اکانت پراپ خودم یادتون میدم چطوری بتونید پاس بکنید. از اکانت های پراپی خودم پاس کردم به اشتراک میذارم باهاتون که چیکار کردم، چیکار اشتباه بود، شما چیکار نباید بکنید. و مهمتر از همه اینجا قرار نیست بهتون رویه بفروشم، قرار اینجا حرفای قشنگ بهتون بزنم که قرار همتون توی مدت یک هفته، دو هفته، یک ماه تا ماه تریدر بشید. خیر، حداقل این مسیر 6 ماه، 5 ماه، 6 ماه خیلی تلاش بکنید و وقت دوزت باشه، کارمند نباشه، حداقل 4 ماه ازت زمان میبره و نیاز داره که خیلی بتونید روی احساسات خودت تمرکز بکنید. ضمن ما قرار نیست اینجا آموزش هایی که مثل اکانت ساختن داخل تریدینگ ویو رو یاد بگیریم یا از این قبیل داستان ها، ولی ابزارهایی که نیاز رو بهتون میگم چطوری باهاش کار بکنید در ادامه در ویدیوها. یعنی قرار نیست ویدیو مشخصی باشه برای اینکه ابزار بروش چطوری باهاش کار بکنیم، چون هممون داخل بچگی با ابزار درا کار کردیم و تقریبا میدونیم هدف چیه. خودم با ابزار کار میکنم و اگه نیاز به توضیحی بود خودم توضیح بهتون میدم. و سخن پایانی هم اینه که
دوستان یک تریدر خوب نه از فکت های عجیب غریب روانشناسی تشکیل شده، نه از تحلیل تکنیکال عجیب غریب. یه تریدر خوب دوستان صرفا از این تشکیل شده که یه چیزی به خودش ثابت شده کار میکنه. چون این بازار بی‌قانون ترین بازاره که شما داخل زندگیتون میتونید ببینید. هیچ قانون مشخصی داخلش وجود نداره و ما باید یه سری قانون مشخص برای خودمون بذاریم و طبق این قوانین برخورد بکنیم. مثل کتاب عادتهای اتمی که یک کار کوچیک رو انجام بدیم، اینقدر انجامش بدیم که تبدیل به یه چیز بزرگ بشه. چون طبق ضرب المثل میگه که قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. قرار ما دقیقا همین رو یاد بگیریم اینجا. سبکی که قرار انجام بدیم سبک پرایس اکشن، بهترینش پرایس اکشن، چون قشنگ میتونیم بخونیم بازار رو و مادر تمام سبکاست. مادر سبک RTM، سبک ICT، همه دیده از سبک پرایس اکشن میاد و من قرار در ادامه ویدیو حتی بهتون بگم که ICT کارو چطوری برخورد میکنم با اینجا. ولی این دقیقا همون پرایس اکشنی که مثلا تبدیل شده رفتن چند تا قوانین گذاشتن روش پنج شده مثلا شده ICT یا شده RTM و امواج ایلیوت. به جز حجم متفاوته. و سخن پایانی اینه که ناامید نشید دوستان. این مسیر خیلی قرار زمان بر باشه و این مسیر قرار خیلی دردناک باشه براتون. قرار نیست اینجا بهتون رویا بفروشم، همونطور که گفتم مسیر دردناکیه، ولی اگر تونستید ادامه بدید میتونید به جاهای خوبی داخل زندگیتون برسید و میتونید موفق باشید. ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. اگه سوالی، پیشنهادی، انتقادی چیزی بود داخل کامنت ها بهم بگید. من تمام کامنت ها رو سعی میکنم تا جایی که وقت دارم بخونم و جواب بدم بهشون، یا داخل ویدیوهای بعدی، یا اگه سوال خیلی خوب بود براش ویدیو بسازم.